روز رو برایتان بخیر میگم شنوندگان عزیز. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر در برنامه خبرهای روز میشنوید. خبرهای این ساعت را از تاجیکستان شروع میکنیم. تا به حالت بگاهی امروز در تاجیکستان تعداد مبتلایان کرونا ویروس به 5513 نفر رسیده است. در دوام یک روز اخیر شماره سیرایت شدگان 56 نفر را در بر میگیرد. خبر میدهد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. در یک روز گذشته یگان حالت فوتی بیماران گرفتار به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. همین طریق شماره عمومی قربانیان کرونا ویروس در جمهوری 52 نفر به تغییر باقی میماند. تعداد شفا یافتگان را مقامات بهداشتی کشور 4039 نفر میگویند. در همین حال طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در روز 21 ایون سال 2020 در جهان در یک روز شماره رکوردی سیرایت یابی به کرونا ویروس به قید گرفته شده است که 183020 حالت را در بر میگیرد. سیاست سازی مشکلات مربوط به پاندمی گلوبالی سارس کوو 2 ضرر آن را افزونتر کرد. این نکته را دیرکتور ژنرالی سازمان عمومی جهانی تندرستی تدروس آدان گیبروس اظهار داشته است. اظهارات تدروس آدان گیبروس در سمیت جهانی سلامتی که از جانب مقامات دبی امارات متحده عرب تشکیل کرده شده است صدا داد. 19 ایون رهبر سازمان جهانی تندرستی جهان را درباره آغاز مرحله نو خطرناک کرونا ویروس هشدار داد. آدمان از خودمحافظتی از حالتهای قرنطینی علیه دست کشیدند، اما سرایت کرونا ویروس با سرعت بلند ادامه دارد. تاکید داشته است آدان گیبروس. موافق معلومات دانشگاه جان هاپکینز پاندمی به زیاده از 8.9 میلیون نفر آدمان در سراسر جهان تاثیر رسانیده است. زیاده از 468 هزار نفر با سبب‌های وابسته به نوع کرونا ویروس کووید 19 فوتیدند. ادامه خبرهای روز را شما مستقیما میشنوید. فرانسه 27مین کشور گردید که تاجیکستان با آن شرطنامه علاقه هوایی بست. در جلسه پارلمان تاجیکستان اکرام سخنزاده دیرکتور اگنتی اویاسیون گراجدانی جمهوری سازشنامه درباره خدمات علاقه هوایی با حکومت فرانسه را شرح داده است. به گفته اکرام سخنزاده امضای سازشنامه زمینه مساعد برای راهماندن مناسبات دو جانبه در سمت علاقه هوایی فراهم می‌آورد. در اساس سازشنامه درباره خدمات علاقه هوایی بین تاجیکستان و فرانسه نقشه پروازها نیز تهیه شده است که در یک هفته 6 پروازهای آمد و رفت بین دوشنبه و پاریس را در بر میگیرد. سازشنامه همکاری تاجیکستان و فرانسه را در ساحه حمل و نقل هوایی و اویاسیون گراجدانی به تنظیم می‌دارد و برای جلب سیاحان و سرمایه‌گذاران از کشورهای اتحادیه اروپا شرایط مساعد فراهم می‌آورد. می‌نویسد روزنامه صدای مردم از قول اکرام سخنزاده. تاکید می‌شود که سازشنامه از بودجه دولتی تاجیکستان خراجات علاوه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کند. در تاجیکستان باقی میمانیم و مهمترین تحصیلات این ساعته تاجیکستان و جهان را منظورتان مستقیما میگردانیم. روسیه در نیم ساله اول سال 2020 شریک اساسی تجارتی تاجیکستان باقی ماند. خبر میدهد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان. طبق اطلاع از ماه ینور تا ماه می سال روان تبادل مال میان روسیه و تاجیکستان به 421 میلیون دلار رسیده است. از جمله در دوره حسابات 31.9% حجم عمومی محصولات از روسیه به تاجیکستان وارد کرده شده است. در این زمان 24.7% و از قزاقستان و 13.7% از جمهوری مردم چین به کشور مال وارد کرده شده است. در نوبت خود تاجیکستان اساساً مالها از قبیل آلومینی، نخ پخته، متال‌های قیمت‌بها و میوه‌های خشک را به خارج فرستاده است. شریکان اساسی صادرات تاجیکستان در ماه‌های ینور می سال جاری شویتزاریا، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان و جمهوری اسلامی افغانستان گفته می‌شود.
از تاجیکستان به ترکیه می رویم. رسانه‌های ترکیه درباره قربانیان آبخیزی در ولایت بورسا خبر می‌دهند. آفت طبیعی اساساً خسارات زیاد جانی و مالی را در شهر انادولو به بار آورده است که در شمال شرق ترکیه جایگیر بوده، چهارمین شهر بزرگ این کشور به حساب می‌رود. تاکنون مقامات محلی درباره 5 فوت ساکنان محلی در پی آفت طبیعی خبر دادند. می‌نویسد روزنامه‌های ترکیه. طبق اطلاع خدمات نجات‌دهی، چند تن از ساکنان محلی در آفت بدرک شدگان قرار گرفته شدند که جستجوی آنها ادامه دارد. آبخیزی مذکور در نتیجه بارشات زیاد باران به وقوع آمده است که از رژه مقرری از 3 تا 5 مرتبه زیاد باران باریده است. در منطقه‌هایی که از آبخیزی ضرر دیده‌اند، عملیات نجات‌دهی با جلب 257 نفر کارمندان ولایت‌های اضطراری ادامه دارد. گفته است رهبر حکومت ولایت بورسا جمهوری ترکیه یعقوب کانبولات. وزیر کارهای داخلی ترکیه سلیمان سویلو برای نظارت عملیات نجات به کسکل رفته است ابراز نموده است که بارش‌ها در منطقه از معیارهای موسمی خیلی زیاد به نظر رسیده است. قابل ذکر است که در یک روز پیش نیز در شهر انادا نیز بارشات شدید باران با وزش شمال بلند به عمل آمد که در پی خسارات مالی نیز داشت. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید و از ترکیه به اسرائیل میروید. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دعوت جهت شرکت در گشت نظامی در مسکو را که 24 ایون سال جاری دایر می‌گردد قبول کرده است، اما با سبب مشکلات سیاسی به روسیه آمده نمیتواند، گفته است سفیر روسیه در دولت اسرائیل آناتولی ویکتروف. دعوت ما را هم سروزیر بنیامین نتانیاهو و هم وزیر دفاع با خوشنودی پذیرفتند. دعوت‌ها با کمال سپاسگزاری قبول کرده شدند، اما وضع با کرونا ویروس و وضع سیاسی اسرائیل تلاش‌های هر دو سیاستمدار بلند را برای تشکیل عملیات حکومتی در اسرائیل تقاضا می‌کند. تاکید داشته است آناتولی ویکتروف در مصاحبه با روزنامه‌نگاران. سفیر روسیه در دولت اسرائیل علاوه داشته است که این دو دلیل است که آنها نمی‌توانند در گشت نظامی مسکو شرکت کنند. بنا به اطلاع سامانه شرکت هواپیمای ترکیش ایرلاینز، هواپیماهای ترکیه پروازها را از استانبول به تاشکند ازبکستان و برعکس از 1 ایول سال جاری دوباره آغاز می‌کنند. همین طریق پروازها در طول یک هفته 4 مرتبه از استانبول به تاشکند روزهای سه شنبه، چهارشنبه، شنبه و یکشنبه، از تاشکند به استانبول روزهای دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه انجام داده می‌شوند. چپته‌های رفت و آمد هواپیماها علاقه به فروش گذاشته شدند. قید شده است که ارزش یک چپته حداقل $588 را در بر خواهد گرفت. قبلا ترکیه مرزهایش را به خارجیان طبق چراهای ضد اپیدمیولوژی باز کرد. هنگام عبور سرحد در فرودگاه همه مسافران وارد شونده به ترکیه از تشخیص سروقتی طبیبان می‌گذرند. یادآور می‌شویم که تاجیکستان نیز پروازها با ازبکستان را از 1 ایول سال جاری دوباره آغاز می‌کند. در خصوص از نوگیری پروازها به ترکیه و چندی از کشورهای دارای وضعیت بهتر اپیدمیولوژی هفته گذشته ستاد جمهوری آید به پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان به مقامات آژانسی اویاسیون گراژدانی سپارش داده بود که وضع را آموخته در این خصوص پیشنهاد خود را به ستاد مذکور ارائه سازند. سامیان عزیز، شما طول بیش از 10 دقیقه مهمترین و آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید. برنامه‌های دیگر رادیو موجر در روی موج رادیو جریان دارد.